امیرعلی شاد پلی هستم با یه ویدیو جذاب دیگه از چنل امیرعلی شاد پلی با ویدیوی بازی یه چیزی بود بازی قارنشین ها. آره همون بازی قارنشین. سلام بچه‌ها، چه خبر؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با بازی قارنشین ها قسمت اول ببینیم که کی میبره. هر کی ببازه مجازات داره. مجازاتش هم برنده اعلام میکنه. و اینکه من بن روبیک هستم، حتما به کانال ما سر بزنید چون ویدیو خنده‌دار زیادی گذاشتم در اون. و اینکه سابسکرایب، لایک، زنگوله روشن کنید که هر وقت ما ویدیو میذاریم یوتیوب بهتون خبر بده. بچه لطفا سابسکرایب کنید. خیلی ممنون. لیتس گو بریم سراغ بازی قارنشین ها. داخل بازی رفتیم و میخوایم با هم بازی کنیم. خب میریم داخل همونجا. خب بچه من سمت راستم بگم سمت چپه. من اول یه کاری که میکنم این دفاع ها رو میذارم. سربازی که دفاع میگیرن دستشون راکیه. خب اینو میکشیم. خب اینا رو میکشیم میان جلو دفاع میکنن. تیرکمونا هم میبریم عقب بچه. خب اینا میکشیم. خوبیه تا این فعلا خوبه. خب بعدش تبردارا رو میاریم تو کار. اینا رو برمیداریم یکم قشنگ بشه. خب همینجا خوبه. یه چند تا هم از اینا میذاریم. خب یکم هم از این اسباب میذاریم که خیلی قشنگ میشه. یه چند تا هم یه دونه از اینا میذاریم. یه دونه از اینا. یه دونه از اینا. بله همین فکر کنم تموم شدش. واسه یه چند تا دیگه هم میذاریم. فکر کنم یه 10 تایی داشته باشیم. نه یه چند تا هم از این موضوع. خب حالا من تمام شدش. بیا تو. خب ببینیم کی میبره. خب حالا میخوام من اینجا این محبت ببین اولین کاری که میکنیم این میریم های. خب اولین کار فقط هیجانی. نه اینا نه باز نمی‌کنم. از این میذارم اینجا. یکی اینجا میذارم. اینجا یک عدد اینجا. یه عدد اینجا. یک عدد اینجا. من میخوام خب حالا یک از اینا میاریم. از اینا میذاریم. یکم میذاریم. خب حالا نوبت میرسه به این زیلا. اوه ببین حمله میکنه. اوه من میزنم. ببین چیه این درک
عملی فعلا راوه بسر خوبی من این نمای کله بنا من دارم میرم فعلا تو جلویی که برام برسید حالا بیام اینا تا خراب کنم بزن دیگه بابا این چرا مثل ماست رو ایستاده تازه اومده من بیروز میشم دلم نیست خب بچه ها از این ویدیو امیدوارم خوشتون اومده باشه لایک و ساب فراموش نشه خدا نگهدار بچه سابسکرایب توی کانال بنیامینم عضو بشید بنروبیک بنروبیک حتما برید من اونجا ویدیو خنده‌دار میذارم اول ویدیو هم گفتم و اینکه خسته نباشید به همتون میگم و خدا نگهدار خداحافظ